درود دوستان، امید کشور عراق تیسفون یا ایوان کسری پایتخت امپراتوری لرتبار ساسانی. حالا چی مهم لرتبار؟ چون این امپراتوری در مناطق لرنشین ایران قدرت گرفت، در بلاد شاپور، سرزمینی که ز بویراحمد شروع ما تا ممسنی و دشتستان تا مورد و فیروزآباد و استخر زون این منطقه لوریه، پوشششون لوریه. بعد 1600-700 سال هنیز زون خوشون نیه کردن. این حکومت توسط اردشیر پاپکان قدرت گرفت. پاپا تو زون لوری یعنی پدر بزرگ، مرد بزرگ یا کورتیر موبدان که 4 پادشاه ساسانی نسیش و تاجگذاری که هنی تو زون ایمان معنی داره. کور یعنی پسر، تیر یعنی قوی و قدرتمند. به حساب میگیم که ساسانیا لرتبارن که هم پوشششون، هم آدابشون، هم نوماشون، هم زونشون لوری بیه که بعد 1600-700 سال هنی ما لورا یه آداب حفظ کردیم و یه سری دوم سر اینن که نام لور نزقه ساسانیا حذف کنن، اما این نام حذف شدنی نی. نام لور روز به روز بیشتر مدرخشه چون این حکومت لرتباره.